جسد عارفه صنوعی دختری سفیر ایران در مسکو را در نزد این بنا در خیابان پتسسنسکی مسکو یافتند. از اینجا تا سفارت ایران 3 دقیقه راه است. جسد او را در نزد بنا و در پیش ماشین رنو دستر پیدا کردند. فرو رفتگی در بدن ماشین معلوم است و خون روی زمین هم هنوز پاک نشده است. یکی از شاهدان حادثه به روزنامه ناحیوی گفته است که دختر لباس جینس و پیراهن ورزشی داشت. پلیس روسیه سبب‌های مرگ دختر سفیر ایران را تحقیق می‌کند. خودکشی یک فرضیه است. بنا به گزارش‌ها عارفه صنوعی گاه در روسیه و گاه در ایران زندگی می‌کرد. 4 ماه پیش به مسکو آمده است. هنگامی در ایران بودن برای معاینه رفته و دوای ضد افسردگی می‌خورده است. سفارت ایران در مسکو گزارش‌ها درباره خودکشی را اغوا نامید. با گفته مقامات رسمی، عارفه صنوعی 28 ساله بر اثر سکته قلبی روز 21 اکتبر فوتیده است.